بیاین با هم یکم توی زندگی خصوصی چند تا از بازیگرای سریال همه جا تو سرک بکشیم. توی روزهای اخیر سریال همه جا تو بین ایرانیا کلی طرفدار پیدا کرده. توی این ویدیو قراره با هم دیگه با بازیگرای این سریال آشنا بشیم و یه مقدار هم از زندگی خصوصیشون اطلاع پیدا کنیم. پس همین حالا توی کانال ما عضو بشید و با ما همراه باشید. فورکان آندیچ نقش دمیر رو فورکان آندیچ بازی کرده. بازیگر 30 ساله متولد استانبول که پدری ترک و مادری بوسنیایی داره. از سال 2007 توی تیزرهای تبلیغاتی زیادی بازی کرده. اولین تجربه بازیگریش مربوط به سریال دفتر خاطرات دانشگاه. فورکان با سریال‌های عروسای فراری و انتقام شیرین به شهرت رسید. جالبه که بدونید فورکان یه بسکتبالیست حرفه‌ایه و حدود 11 سال به صورت حرفه‌ای این ورزش رو انجام داده. متاسفانه بازیگرای ترک خیلی روابط طولانی مدت و پایداری ندارن. فورکان در حال حاضر مجرده. او در سال 2014 و بعد از همبازی شدن با دنیز بایسال در سریال عروسای فراری 1 سال با دنیز رابطه داشت. فورکان سال 2017 تا 2018 با دیلان چیچک دنیز وارد رابطه شد و مدتی هم با ازگه اوزگار رابطه داشت. دیلان اعلام کرده که هنوز به فورکان علاقه‌منده اما راه برگشتی نیست. اخیراً هم شایعاتی مبنی بر رابطه فورکان با آیبوک پوساد در رسانه‌های ترکیه سر و صدا کرده. یکی از شواهدی که این شایعه رو تقویت میکنه اینه که دیلان و آیبوک پوساد که 5 سال دوست صمیمی بودن جدیداً از دنبال کردن همدیگه توی این اینستاگرام دست برداشتن. رسانه‌های ترک هم مدعی شدن که اختلاف بین آیبوک و دیلان بر سر فورکان به وجود اومده. فورکان در این اینستاگرام خیلی فعاله و حدود 1.6 میلیون دنبال کننده داره. آیبوک پوساد نقش لروکس رو آیبوک پوساد بازی میکنه. آیبوک پوساد 25 ساله متولد آنکارا، بازیگر، رقاص باله، مدل و دختر شایسته سال 2014 ترکیه است. باید براتون جالب باشه که رشته دانشگاهی آیبوک رقص باله است. در سال 2014 آیبوک در مسابقات زیبایی ترکیه نفر سوم شد و همین باعث سرازیری شدن پیشنهادهای بازیگری بهش شد. اونم از میون پیشنهادهای بازیگری که بهش میشد به سریال جزرومت پاسخ مثبت داد و قدم در دنیای بازیگری گذاشت. احتمالاً با کمی دقت در صورت آیبوک متوجه چشمای بادامی شدین. پدر و مادر آیبوک تاتار هستن. آیبوک بیشترین شهرتش رو بعد از سریال قول به دست آورد. این بازیگر علاقه زیادی به انتشار اخبار خصوصی زندگیش نداره. در حال حاضر مجرده. سال 2018 ادعاهای مبنی بر رابطه عاشقانه بین آیبوک پوساد و تولگا ساریتاش به گوش میرسید. اما هر دوی اونا توی مصاحبه اعلام کردن که فقط دوست معمولی هن. آیبوک بعد از این شایعات با جان یوجل 32 ساله که پسر دریا آلوبورای دوست شده. ولی همین حالا هم شایعه شده که آیبوک با فورکان آندیچ در ارتباطه. علی یاخچی بازیگر نقش بوراک علی یاخچیه. علی 30 ساله است و اولین تجربه بازیگریش رو در فیلم آپارتمان امید به دست آورد و بعد در سریال‌های دوستم داره دوستم نداره، اسمشو تو بذار، پرنده سرخیز و همه جا تو بازی کرد. علی علاقه زیادی به آشپزی داره. توی درست کردن بستنی خیلی وارد و تجربه مدیریت کافه و رستوران داره. علی مدتی یک کافه توی شهر محل تولدش داشته. در حال حاضر یک کافه در استانبول داره که کلی از وقتشو میگیره. علی مجرد و فعلا با شخص خاصی هم در رابطه نیست. حواشی اطراف این بازیگر خیلی کمه. آسلیهان مالبورا آسلیهان بازیگر نقش آیدا 25 ساله متولد آفیونه و در دانشگاه پلی‌تکنیک استانبول مهندسی صنایع غذایی و مهندسی شیمی خونده. از آثار برجسته که بازی کرده همه جا مادر رو میشه مثال زد. آسلیهان فعلا مجرده اما با متین تمل در ارتباط و این ارتباط رنگ و بوی ازدواج داره. آسلیان در این اینستاگرام فعاله و به صورت مداوم عکسایی از خودش و دوست پسرش منتشر میکنه. در حال حاضر بیشتر از 250,000 دنبال کننده داره. علی گوزوشیرین علی بازیگر نقش ابراهیمه. این بازیگر 25 ساله متولد استانبول و در دانشگاه گلیشیم استانبول در رشته روابط بین الملل فارغ التحصیل شده. بعد از فارغ التحصیل شدنش وارد حوزه مد و فشن شد. شاخص‌ترین کاری که توش بازی کرده همین سریال همه جا توه. سرگرمی اصلیش دیدن فیلمه و براتون باید جالب باشه که خودش بیشتر به فیلم و سریال‌های آمریکایی علاقه داره. این بازیگر مجرد و هیچ رابطه جدی هم نداره.
دنیز ایشین. نقش مروه را دنیز ایشین بازی کرده. این بازیگر 27 ساله در رشته شیمی درس میخونه و در حال حاضر هم دانشجوی کارشناسی ارشده. دنیز با درست کردن ویدیو در اینستاگرام توجه ها رو به خودش جلب کرد و وارد دنیای بازیگری شد. تنها نقشی که دنیز تا حالا ایفا کرده در همین سریال همه جا توئه. دنیز در اینستاگرام فعاله و حدود 260,000 دنبال کننده داره. اون مجرد و رابطه جدی هم نداره. نقش کدوم یکی از بازیگرای سریال همه جا تو رو بیشتر دوست دارین؟ با عضویت توی کانال همیشه از اخبار جدید سریال ها و فیلم های ترکی آگاه باشید. با لایک ویدیو و کامنتتون به ما کلی انرژی میدین.